عرض سلام خدمت همه عزیزان سنگین سواران. من سام هستم از ایالات متحده آمریکا و این اولین ویدئویی است که تو یوتیوب آپلود میکنم. راننده تریلی هستم. این ولوو 760 2024 که میبینین ماشین من هست. در حال حاضر توی یه در واقع رست ایریا هستم. همونطور که میبینید اینجا یه منطقه هست در استیت وایومینگ، تقریبا 1 ساعت مونده به مرز ایالت یوتا و این هایوی هم که پشت سر من هست که تریلی ها ازش عبور میکنن، ماشین ازش عبور میکنن، این هایوی 80 هست، یکی از هایوی های معروف ایالات متحده که از شرق به غرب وصل میشه و در واقع این جاده خیلی معروف است به داشتن بادهای قوی و زمستانهای خیلی سخت. و این منطقه هم که دارین اینجا میبینید که منطقه خیلی بزرگی هست. حالا من یه گوشش وایسادم. اینجا رو معمولا برای این در واقع تهیه کردن که درستش کردن که زمستونا که میشه راننده ها بعضی وقتا این جاده بسته میشه و مجبور میشه که اینجا بمونن. سعی میکنم از این بعد ویدیوهای بیشتری آپلود بکنم برای اینکه راننده های خوب تو ایران هم آشنا بشن به شرایط حمل و نقل در ایالات متحده آمریکا. موفق باشین. در امان خدا.